شهادت فرمودند آنها که دل بستند ما صلح کنیم، مطلب مضمون میکنم کوس خواندند ما صلح نخواهیم کرد، عاشورا خواهد شد. مطلب مهمی رو تذکار کردن یا باوری کردن. آنگاه که به البنین گفته شد از کربلا، از فرزندش و از شهادت عباسش، البنین فرمود از حسین به ما خبر دادن آقای من شهید شده و ایران پاسخ میدهد از عاشورا چه خبر؟ آقا فرمودند عاشورا خواهد شد. از عاشورا چه خبر؟ غزلی سرودم برای آقای شهیدم. تو رفتی و هزاران مشت مانده باز نه، یک یک گره کرده. تو رفتی و هزاران مشت مانده باز نه، یک یک گره کرده. جگر ها تکه تکه جامه ها سجاج نه، یک یک گره کرده. کمان شد سردهایت در دل آتش، ولی سوی بزهکاران آقای ما باغبان بود. ای آن کسی آسمان شلیک کردی، شلیک بارها و بارها دیدی که آنجا باغستان نه سربستانی بود. آنجا که زدی سربستان بود. آنجا که سبز بود ببینید، ویدیوها رو دوباره ببینید، آن سربستان را به دست خود داشتی بود. باغبان ما، پیر باغبان ما، سبزکار ما. سبز یعنی استقامت، سبز یعنی ایران. کمان شد سردهایت در دل آتش، ولی سوی بزهکاران تمام شاخه ها چون تیرها افتاده نه، یک یک بزه کرده. سرها رو میزنی شاخه هاش تیر میشه، زه میشه. تو خوابت میدونی چون جمعیتی مقابل تو بیسته؟ هر بار مردم قدری قرار خسته بشن، نفسی بگیرن، دوباره خستگی از تن ما به در میشه و همه باز میفهمن که کی خسته است؟ کی خسته است؟ کمان شد سرهایت در دل آتش، ولی سوی بزهکاران تمام شاخه ها چون تیرها افتاده نه، یک یک بزه کرده. پس از تو تیرهای ابرهه در دشت‌های مکه تا مهیار، پس از تو تیرهای ابرهه در دشت‌های مکه تا مهیار، بزار زیر بازارهای رهن و خیبر و سجید له کرده. عدو
که امروز اینجا کربلا و امروز تهران عاشورا، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. هر روزی که خونی در زمین، خون مظلومی در زمین می‌ترکه، اونجا کربلا خواندون روز عاشورا. هر کی میخواد ترکیده عهد و پیمان ببنده با رهبر حیش و با امام شهیدش دست و رشتشو بیاره بالا. هر کی صدا من رو میشنوه ترکیده عهد و پیمان ببندیم، چند داریم به آخر مسیر میرسیم. همه با هم لبیک یا حسین.